خب این فلفلا رو که چیدیم، حالا اینجا یه خورده نعنا دیدم، بیاین جلو اینا رو نشون بدیم. یه کوچولو نعنا هم بچینیم. نعنا رو برای دیگه عرق نعنا گرفتن داریم میچینیم. بله ببینیم برای عرق نعنا، چون گل کردم. بله این وریا گل نکردم ولی اون طرفی رو نشونتون بدم گل کردم. خب این نعنا جاتون خالی، بسیار خوش عطره. ما به این نعنا میگیم نعنای محلی و راحت هم در میاد، یعنی سبزیه که بکارین خیلی راحت براتون نتیجه میده. اینم از این یه خورده بد شده، بذار هم پایین باشه. به 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 چه بویه. هر بشه نه چیزی هم نمونده. چرا؟ دو تا خراب بودویم که دیوار چسبیده رو بچین. دو تا بود. کنم یکی انداختم اینهاش. خب حالا ببینیم اون طرف. این یکی دو تا هم اینجا سر. این یکی اینم یکی. این دو تا هم بچینیم. ببینید چقدر شد. خب مثل اینکه اینا رو ببینید، اینا برای عرق نعنا استفاده میکنن. ما اینجا تو کرمان رضا بدون کلشو نشون بدم. ما اینجا توی کرمان از عرق نعنا، عرق بید، هرچی باشه اینجور چیزا رو خودمون میگیریم. اینا باید جدا بساریم. اینا گل کردن دیگه، گل دادن. در نتیجه باید برای عرق گیری استفاده بشه. اجازه بدین مثلا اینا رو دیگه باید بگیم. این اصلا فلفل نداره، فلفل نداره. خب بذاریم اینا رو هم حالا که دیگه داریم نعنا میچینیم اینا رو بچینیم. بچه ما توی باغچه کوچیک اینا رو چیدیم، فکر نکنین که مثلا اینجا باغه. نشونتون رو دارم. این کاشتیم ببخشید و الان من دارم میچینم. این یه باغچه کوچیکه، خیلی راحت میتونین حتی توی چه منبار پشت اون خیلی وقتا میگن میشه این کار رو انجام بدین. خودتون سبزی داشته داره، یعنی خودتون سبزی برداشت کنین بدون کود شیمیایی این چیزا. سالم که نیست ولی کودای سالم لااقل بدین، کاری هم نداره. خیلی خوب چیدیم دیگه. اینا برای خوردن، اینا برای گرفتن عرق نعنا، اینا نصفشون برای، یعنی اکثر فکر کنم بریزیم تو ترشی. حالا ترشی گرفتن نشونتون میدیم. فعلا خدا نگهدار.